بابایی من با من صحبت کرد، مجید. بابایی این طلاق الکیه ها. گفتم یعنی چی بابا؟ گفت من میخوام با مامانت یه سری مشکلات دارم، من میخوام مامانت ادب شه، چیز جدی نیست. گفت 3 ماه دیگه میام دنبالتون. تابستون بود مجید. اینو اولین بار مامانم میخواد بشنوه. یعنی من اونجا فهمیدم که بزرگ شدم. بعد از 3 ماه گوشی مامانم با عینکی برداشتم، به بابام زنگ زدم. صدا میومد اونور، صدای شادی، صدای کل، صدا عروسی. و گفت دیگه به من زنگ نزن. اونجا فهمیدم بزرگ شدم. اتفاقی من در روزی زنگ زده بودم که بابای من داشت همسر اختیار میکرد. گفتم بابا نمیای دنبالمون؟ فهمیدم اونجا دیگه کسی وجود نداره برای من. اولین شکست عشقی رو دیدم. یعنی چی؟ یعنی اولین مرد زندگی هر دختری باباشه. تو چشتو باز میکنی، یکی مدام داره ناز و نوازشت میکنه، یکی مدام داره بهت مهر میده، یکی مدام داره قربون صدقت میره. میگن حرف راست از بچه باید بشنوی. و اونجا فهمیدم هر راستی گفتنی نیست. و اونجا فهمیدم نباید به مامانم بگم این موضوع رو. فهمیدم که تو دیگه 2 تیکه شدی. یه تیکه‌ای که مواظب باباشه، یه تیکه‌ای که مواظب مامانشه. فهمیدم اونجا یه آدمی باید بشم که من مامانمو سربلند کنم. بابای من تمام دین و دنیای من الان. خب یه چیزی که الان بگن قلب تو بده، اصلا فکر نکرده همین الان برمیده خودم چاقو میزنم در میارم میدم به بابام. مامانم گفتم یه هفته بعدش گفتم مامان تو حق زندگی داری. نفهمیدم این شور از کجا اومده.